کلانترین و خطرناکترین همون خطری که احساس میکنیم اون خود رحمانوف است، رژیم رحمانوف است، اولاد رحمانوف است. بزرگترین خطری که برای بالای این ملت قرار دارد بودن ادامه دادن همین حکومت رحمانوف است. این از خطر. ما از هیچ همسایه کشور احساس خطر نمیکنیم. چند وقت بازم قرقیزستان دهات جوانمرد ما در اونجا شهید شدن، کشته شدن و همین نمود با مرز ازبکستان. یعنی همیشه برای مردم یک چیز پیشنهاد میکردن که این همین رحمانوف سبب امنیت همین کشور شدگی است، سبب ترس فلان حکومت شدگی است. اما این کنفلیکت هایی که بین مرزها شدگی است، الکی این زمین فروشی هایی که شده است، این دگوار هایی که پشت پرده شده است، ملت اصلا حقی ندارد که اعتراض کنه. اینا چند نفر انگوش شمار در سر کرسی های طلایی شیشتگی هستند و هر چیزی که بخواهند برای بالای این ملت تصمیم میگیرند. از هر کجای منطقه تاجیکستان بخواهند مثل نان گرم به کاردک های خود آلودشان از هم جدا میسازند و سودا میکنند و ملت در اینجا حقی ندارد. اون عده کسانی که در پارلمان شیشتگی هستند اونا فقط یک توده کوکله هستند، بجز اون چند نفری که در اونجا غمخوار هستند به این ملت و به اون جز چند شخصیت هایی که در داخل اون پارلمان قرار دارند و اما از سیاست های رحمانوف ناراض هستند، چاره ندارند دیگر.